با سلام و درود به پایان خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. آموزش دیگر است در بخش سیمکشی شیت ها و اینجا دویم نقشه که ما اینجا دویم مقصدی که ما در اینجا آموزش میتیم این در بخش مدار قدرتی، یعنی همون سیلوای چپی که ما میگیم. خب مدار قدرتی که در این شیت ما هست، حتما که ما نقشه را طراحی کردگی هستیم. خب نقشه را ببینید، خود نقشه کاملا از طرف خود ما طراحی شدگی است و PLC است و اینجا هم سرور ما در نقشه همه محافظه‌کار را وابسته به موتوری که ما در اینجا داریم که کیلوواتشون الکی همون تواناییشون معلوم است انتخاب کردگی هستیم، خصوصا در بخش گیم اینورترها و خود موتورهایی که از ما سه فازه هستند. شما که حتما باید محافظه که درست گذارید. مثال بسیاری از متخصصان ما نقض میبینن همون بگیم автомат و همون محافظه که کلان گذاشتن که بعضا وقتا سبب میشود که محافظت شما کار نمیکند و بعدا هم به سوختن بگیم همون استعمال کننده شما خصوصا موتور رو آورده میرسوند. حتما که کوشش کنید که وابسته به همون فرموله حساب کنی بگیم جرایونی محافظه که درست انتخاب کنید و در ما همه محافظه که ما از قسمت بالا هستند، اینا محافظه که گدازنده هستند. از اینجا از ما بینید فرض کردیم این هم از ما 32 امپره است. خود اینورتر را یعنی اینورتر را ما از محافظه که گدازنده استفاده کردگی هستیم، предохранитель، اما کانتاکتور و تین هم اینجا داریم، گرم کننده داریم ما از автомат. علتی که اینا رو ما در کانتاکتور استفاده نمیکنیم، یک فرقی، یک مینوس کلان، یک منفیت کلان دارن. مثال ما فرض بر این میگیریم که محافظه که از ما هست، این سه فازه که از ما هست، زمانی که یک سیم شما اگر به بدن همون شیت میرسد و یک محافظه که شما گداخته، خلاصه یک محافظه که شما اگر گداخته میشود، ببینید که الکی دو فاز به موتور شما میرود و این چیز ممکن است اگر محافظت شما کار نکند، یعنی سربوری شما اگر کار نکند، این چیز ممکن است که به سوختن موتور شما آماده برساند. خب از همین جهت ما بالاخره این بردیم محافظه کار فقط بردگی هستیم به اینورتر، چون که اینورتر زمانی که یک فاز اگر داخلی همین اینورتر نباشد، اون الکی خودش محافظه دارد و حتما که موتور خاموش میکنه، نمیگذارد که تو راه اندازی شود. اما خودی برای کانتاکتور هم از این محافظه استفاده کرده هستیم. موتور ما هم که خودش در اینجا طبق نقشه که از ما داریم، طبق نقشه که از ما هست، در اینجا موتور ما 5.5 کیلووات است و автомати 25 امپره گذاشتگی هستیم. خب امپرهش که معلوم است موتور ما چند امپره است الکی. خب موتور ما که 12.6 امپره است. شما جریان راه اندازی حتما که به نظر گیرید و این هم ما یک تین 6 کیلووات گرم کننده 6 کیلووات داریم و اونم از این автомат گرفته شدگی است. خب این بود در بخش همه قسمت مدار قدرتی ما، زنجیر قدرتی ما. باز این در اینجا ببینید ما автомат یک فازه داریم که اینا هم در سه فاز تقسیم شدگی هستند، از جمله 16 امپره و 10 امپره و 6 امپره. خب 16 امپره که ما استعمال کننده های داریم، بعضی استعمال خصوصا موتورهای تک فازه نه فازه داریم که همون هم از این قسمت گرفته شدگی است و از اونم خردتر بعضی باز استعمال کننده های داریم که اونا طبق نقشه که در ما هست از автомат 10 امپره میگیرد. خب یک نقطه جالب در اینجا اگر باز پیشنهاد شما کنیم، ببینید ما اینجا مدلی که در اینجا هست سری دی است و این مدل هم سری سی است. این حتما مطالعه کنید، اساسا باید که سری دی باشد. این چی معنی دارد دی 16 و سی 16؟ این وقتی همون محافظت موتور شما هست، وقتی محافظت همین خودی محافظه است. خب بعضا مواردا زمانی که ما از نوع سی در موتور استفاده میکنیم، موتور ما راه اندازی میشود و اگر که همون جن راه اندازی کم زیادتر باشد، автомат شما محافظه که شما میپرتوید. خب سببش هم همین نادرست بودن همون مدل автомат شما هست. خب بعضیش هم سری بی و دی دارن و نمیدونم یک چند سری بودن. همونجا اگر مطالعه کنید هست، معلومات در بخش این چیز هست و میتونید که از اونجا مشاهده کنید که اینا چی فرقیت دارن. خب خیلی 36 که ما داریم این از همه خردترین ما هست که این برای مدار زنجیری فرمان اداره کنی است که این کاملا رفتگی از بخش PLC و بعد بعضی از بگیم ریلیوی که 220 هستن. خب کانتاکتوری که شدت 220 دارن
ин буд дар бахши мадори қудратӣ ва чӣ гуна мо симкашии қудратиро анҷом додагӣ ҳастем.